گر قهر کنی سزای آنم، ور لطف کنی سزای آنی. صد دل باید به هر زمانم، تا تو ببری به دلستانی. گر برفگنی نقاب از روی، جبریل شود به جان فشانی. کس نتواند جمال تو دید، زیرا که ز دیده بس نهانی. سلام دوستان و همراهان، خوب هستید؟ آرزو دارم بهتر باشید و از این چند سال عمر کوتاهی که برای ما داده شده بهتر استفاده کنیم و لذت ببریم. شعری از عطار بود که برنامه را آغاز کردیم و میدانیم که عطار نیشاپوری شاعر عارف است و صوفی بود و اکثر شعرهایش در مورد عشق به خدا و خداشناسی است که حتی مولانای بزرگ خداوندگار بلخ هم که دانشمند و شاعر بلند مرتبه است در سطح جهان، در مورد فریدالدین عطار و سنایی میگوید: عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار می رویم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمی یک کوچه ایم. خب عطار شاعری است که در قرن 12 و قسمتی از قرن 13 میزیست تا اواخر دومش و مطمئنا در ویدیوهای بعدی دوباره به این شاعر بزرگ میپردازیم و چیزهایی در مورد زندگی و شعر و حالت و کلامش خواهیم گفت. حالا هم یک غزل از او را با حضورتان به دکلمه میگیرم و به ابیاتی که لازم میبینم هم غور بیشتری میداشته باشیم. البته باید بگویم که غزل در مورد خداست و قسمتی از زیبایی ها و قدرت های خدا را عطار کوشش میکند در این شعر برای ما و شما بیان کند. ز زلفت زنده می دارد صبا انفاس عیسی را، ز رویت می کند روشن خیالت چشم موسی را. سحرگه عزم بستان کن، صبوحی در گلستان کن، به بلبل می برد از گل صبا صد گونه بشرا را. کسی با شوق روحانی نخواهد ذوق جسمانی، برای گلبن وصلش رها کن من و سلوا را. در اینجا اشاره می کند که مسائل دنیا و جسمی و مادی و این چیزها را به خاطر رسیدن به خدا و روحانیت رها کن. گفتیم که صوفی بود عطار نیشاپوری و این شعرش هم تصوفی و عارفانه است مثل اکثریت قاطع اشعارش. گر از پرده برون آیی و ما را روی بنمایی، بسوزی خرقه دعوی بیابی نور معنا را. دل از ما می کند دعوی سر زلفت بسط معنا، چو دلها در شکن دارد چه محتاج است دعوا را. به یک دم زهد 30 ساله به یک دم باده بفروشم، اگر در باده اندازد رخت عکس تجلا را. یعنی هر کاری که به خاطر وصل و رسیدن به تو باشد انجام میدم، حتی اگر حرام باشد و زهد 30 ساله را از بین ببرد. وصل خالق و خداوند جهان را میگوید. نگارینی که من دارم اگر برقع براندازد، نماند زینت و رونق نگارستان مانا را. دلارامی که من دارم گر از پرده برون آید، نبینی جز به میخانه از این پس اهل تقوا را. شود در گلخن دوزخ طلبکاری چو عطارت، اگر در روضه بنمایی به ما نور تجلی را. غزل زیبایی، امید از خوشتان آمده باشد.
و هر کسی هم نظری دارد در مورد خدا و اهل تصوف و عارفان هم نظر خود را دارند و هر کسی در حقیقت همان معبود واقعی را می پرستد ولو که به بت هم سجده می کند. و گفته شاعر بزرگ شیخ بهایی: مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. ممنونتان که با ما هستید. امید است خسته نشده باشید و برای حمایت از ما و رشد زبان فارسی و ادبیات غنی این زبان برنامه ها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و لایک کنید تا با شیر دوستان بیشتری پیشنهاد شود. خوشحال باشید. ایام بکامتان.